استعرض تاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را، درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما امروز با شما وام خوریم تا معمای نوبتی امت اسلامی را بررسی نماییم. این معما به ماهیت خود اسلام ربط دارد. هو سؤال و قضیه کبرى تقول هل الاسلام تعالیم. ما مسئله اسلام را مطرح می نماییم تا بینیم که آیا آن علمی است که آدمان در مسئله رعایت کردن یا نکردن آن طبق خواهش خودشان حق داشته می توانند آن را رعایت کنند و می توانند که رعایت نکنند، یا که اسلام احکام است که هم حاکمان و هم آدمان باقی مانده آن را باید رعایت کنند. در بین نصیحت بودن، علم بودن و احکام بودن فرق کلانی وجود دارد. التشریع والتعالیم والارشادات. لقد تبادر لأذهان كثير من الناس نتيجة العيش الذي بسیاری ها به سبب موجودیت طولانی نظام های کنونی و از بین رفتن دولت اسلامی به این باورند که اگر حاکم مردم را به اجرای کارهای حرام مانند ربا مجبور نکند و آنها را از عبادت و از هر چیزی که از دین برآمده می آید منع نکند، این دولتی که در آن چنین حاکم سروری می کند دولت اسلامی محسوب می یابد و برای اسلامی بودن دولت همین چیز بسنده است. أو لأن الحاكم أيضا لا يمنع الناس من القيام بالعبادات. از این برمی آید که برای تغییر دادن رژیم های موجوده نیازی وجود ندارد. من دينهم فيلتزمون به لا يمنعهم منه. إذن الدولة هي دولة إسلامية ويكفي إلى هذا الحد، وبذلك لا يحتاج الناس إلى أن يعملوا لتغيير هذه الأنظمة القائمة. نقول یک مثال روشن می آورم. وقتی که شخص به سفر می براید، در راه علامت های راه را می بیند که اشاره به آن دارند که در پیش نقطه فروش سوزشواری، مهمانخانه، طربخانه و نقطه خدمت رسانی ماشین ها جای گیرند. این علامت ها برای آن گذاشته شدند که به آنهایی که در راه هستند همچون اشاره خدمت کنند. در راه راننده می تواند در ایستگاه توقف کند، در مهمانخانه استراحت کند، در قهوه خانه خوراک خورد یا راه خود را دوام دهد. این علامت ها ماهیت مصلحتی داشته، به علامت های رعایت حتمی داخل نیستند. احکام شرعی در دولت اسلامی به اختیار خواهش و نفس آدمان که آن را تنها همچون نصیحت و مصلحت قبول کنند گذاشته نشدند. مثلا نماز، روزه و حج ثواب بزرگ دارند که برای ادای آن انسان صاحب بهشت میگردد، اما امروز مردم خودشان انتخاب میکنند که آنها نماز بخوانند یا نه، روزه دارند یا نه، حج کنند یا نه، زیرا هیچ وسیله وجود ندارد که مسلمانان را برای رعایت این احکام وادار سازد. احکام الاسلامی متروکه لاهواء الناس ان يلتزموا كالتعاليم والارشادات. الصلاة لها اجر عظيم تدخلك الجنة، الصيام كذلك، الحج كذلك، كفارة لما بينهما وهكذا. هذه لكن للناس ان يصلوا او لا يصلوا، للفرد أن يصوم أو لا يصوم. لا يوجد هناك ما يلزم هذا المسلم بهذه الأحكام. وفي المقابل نجد همچنین است اگر ما به اعمال حرام توجه کنیم، زیرا ما می‌دانیم که الله متعال در خوراک، پوشاک و معاملات رعایت شریعتش را به ما واجب کرده است. او در مسئله خوراک ما را با رعایت احکام محدود کرده است و اگر مثلا ما خمر بنوشیم گناه میکنیم، اما بر ضمن این انسان برای ویران کردن احکام شرعی باید مجازات شود. قانونگذاری باید همین طور باشد. وليس هذا فقط، بل
تقع العقوبة الرادعة على كل من يخالف أحكام الشرع أو هذا التشريع. هكذا يكون التشريع. فالتشريع له وجهان. الوجه الأول آن دو جنبه را در بر میگیرد. یکم تنظیم مناسبت ها بین آدمان، فهمانیدن حقوق و عهده‌داری های آنها. دوم موجود بودن عاملی بازدارنده در شکل نظام عقوبات برای ویران کنندگان قانونگذاری مذکور. به همین طریق قانونگذاری دو خصوصیت دارد: مقرر نمودن ترتیبات و وادارکنی بر رعایت قانون. اگر ما قانونگذاری را از خصوصیت وادارکنی بر رعایت قانون محروم سازیم، آنگاه وی به یک علم خالی تبدیل می‌یابد که آدمان می‌توانند آن را رعایت کنند و اگر نخواهند رعایت آن را ترک کنند. در این مورد شخص خودش تصمیم می‌گیرد که نماز خواند یا نه، روزه دارد یا نه، گوشت خوک خورد یا نه. این حکم‌ها حل اسلامی معماها هستند که به ما بیان می‌کنند که نماز و روزه فرض ولی گوشت خوک حرام است. اما امروز برای رعایت این احکام کسی وادار کرده نمی‌شود، زیرا قانونگذاری رژیم‌های کنونی رعایت این احکام را حتمی نمی‌گرداند. گذشته از این می‌بینیم که امروز مردم طبق قانون حق فروش و استعمال مشروبات اسپریتی را دارند. همچنین طبق قانون‌های نظام‌های کنونی آنهایی که حقوق مردم را برای صاحب شدن به مغازه مشروبات اسپریتی یا نوشیدن مشروبات اسپریتی پایمال می‌کنند مجازات می‌شوند. اجازت نوشاک‌های اسپریتی امروز به قانون ربط دارد، چون که قانون می‌گوید که آدمان به این حق دارند. برای هر کسی که این حقوق آدمان را پایمال می‌کند جزا مقرر شده است. هذا الأمر الخمر أصبح تشريعا لأنه القانون قال بأنه حق للناس وفي نفس الوقت جعل هناك تشريع موازي لهذا وهو زجر ومعاقبة كل من يتعدى على هذا الحق. وهكذا يكون كل تشريع چنین است همه گونه قانونگذاری. برای قانونگذاری نامیده شدنش آن باید این دو خصوصیت را در بر گیرد: یکم تنظیم مناسبت ها با ماده های قانون، دوم وادارکنی بر رعایت قانون توسط مقرر کردن جزا برای ویران کردن آن. بعد از بین رفتن دولت اسلامی، احکام اسلام خصوصیت وادارکنی بر رعایت آنها را از دست دادند. از این رو آنها در سطح های قانونگذاری وجود ندارند. وقتی که شریعت اسلامی خصوصیت را چون وادارکنی بر رعایت احکام از دست داد، آن را فراموش کردند و جای آن را معیار و قانون‌های غیر اسلامی گرفتند. هر یک جامعه توسط دولت و قانونگذاری به ذمه آن گذاشته شده تشکیل می‌یابد. وقتی که دولت اسلامی از بین رفت و احکام آن خصوصیت وادارکنی بر رعایت احکام را از دست داد، اسلام در سطح قانونگذاری از حیات دور شد. آن فقط در رفتار فردی انسان موجود بود و خلاص. هر کی خواهد آن را رعایت می‌کند ولی کسی که نخواهد آن را رعایت نمی‌کند. این مسئله در اسلام خیلی مهم است. تشريع وبقي سلوكا فرديا لمن أراد أن يلتزم فله ذلك ولمن أراد أن يخالف فله ذلك. وهذا قضية عظيمة في الإسلام. ولذلك نجد أن الفقهاء تنبهوا إلى هذا الأمر وقالوا از این رو فقیهان به این مسئله توجه داشتند. آنها گفتند که وظیفه حکومت از آن عبارت است که اسلام نه تنها همچون نصیحت و مشورت نمایان شود، بلکه با قوه قانون بر رعایت آن واداشته شود. آنها به امامت، خلافت و امارت چنین تعریف دادند که آن طریقت است که توسط آن به دوش آدمان مسئولیت گذاشته می شود که موافق دیدگاه شرعی عمل نمایند. به دوش آدمان گذاشتن معنای آن را دارد که آنها بر رعایت احکامی که الله متعال فرود آورده است وادار کرده می شوند. اگر بخواهیم که اسلام را در حیات خود نه فقط در شکل نصیحت و مصلحتی که از منبرها و دیگر جایها صدا می دهد، بلکه در شکل قانونگذاری ببینیم، پس باید حاکمیت اسلام را برقرار سازیم. این حاکمیت در نوبت خود آدمان را وادار می سازد که احکام اسلام را رعایت کنند و با آنها محدود شوند. مسلمانان اگر دولت اسلامی را برپا نکنند، بی‌پروایی آنها به همین طریق ادامه یافته هر کسی که برای رعایت احکام شرعی را حتمی کردن فعالیت نبرده است گناهکار خواهد بود. ما باشد چنین پاسخ می دهیم: ما گوش می اندازیم و اطاعت می کنیم. چنین است دین اسلام و ما جز چنین دین دیگر را نمی دانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.